سلام، اولین پست سال 2025 رو با طرز تهیه آش رشته شروع میکنیم. اول یه پیاز سایز بزرگ رو به هر روشی که میتونیم خیلی ریز خورد میکنیم و بعد توی روغن سرخش میکنیم. من برای راحتی کارم از حبوبات پخته شده آماده استفاده کردم. آب جوش و حبوبات رو با همدیگه ترکیب میکنیم. به پیازمون سیر له شده، زردچوبه، فلفل قرمز و سیاه، سبزی آش و نعنای خشک اضافه میکنیم. همه رو با هم به همراه سبزی تازه آشمون میریزیم توی قابلمه، درش هم میذاریم تا همه با هم خوب بپزن. روغن زیتون و سیر له شده و نعنا خشک رو با هم دیگه سرخ میکنیم. چند قاشق کشک رو با آب میکس میکنیم و میریزیم توی آشمون. چون کشک و رشته شورن، من به آشمون نمک اضافه نکردم. نیم ساعت آخر رشته هامون رو میشکنیم و میریزیم توی آش. چه رنگی، چه لعابی، به به! آشمون رو با کشک و نعناداغ و پیاز سرخ شده و گردو تزیین میکنیم. نوش جونتون!